سلام عزیزان دل، امیدوارم هر جایی که هستین خوب و صحتمند باشین و از زندگی به کام دلتان بچرخه. باز هم احمد نوید عطایی و همکار عزیزم فراموز عزیزی با یک دیگر از برنامه‌های تلویزیون رسا در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امید که برنامه امروزی ما مورد پسند و علاقه شما قرار بگیره. دوستای عزیز، قسم که شما عزیزان بیننده هستین، امروز به جای آمدیم که شاید شما هم ایتان خاطرات شیرین از اینجا داشته باشین، کسایی که بیرون از افغانستان هستن، داخل افغانستان هستن و ما آمدیم به اینجا تا خاطرات شما هزار زنده بسازیم. شاید شما با این کوچه که ما قرار داریم آشنا باشین. در این کوچه که به نام کافروشی و یا گلیم فروشی است، یک چاینکی پزی بسیار مشهور است به نام چاینکی پزی استاد وحید که ما در دان دروازش قرار داریم. امروز برای شما میریم چاینکی پزی استاد وحید معرفی میکنیم که از کجا شروع میکنن پختنش و ای که دوستایی که جمعیان از چقدر سابق هستن. معلومات بیشتر میریم داخل و میبینیم همراه استاد وحید و کسایی که جمعکارایش هست صحبت ها را آغاز میکنیم. با ما باشین دوستای عزیز. قسمی که میبینین راه زینه بسیار تو قدیمی است و تاریک هم است، ضرورت حتما بلای تام است. خیر داخل روشن است. دوستای عزیز، دالیز هستیم. دالیز هم بسیار از اون دالیزه قدیمی دستکا و دروازه که بسیار خرد. دوستا اگرچه موقعیت و خود هتل کهنه است، فرسوده است، اما مهر و محبت و نیتایی که سابق بود حال هم فعلا اینجا وجود داره. دوستا با ما باشین میریم داخل. سلام علیکم، صبحتون بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. جاوید جان عزیز خوب هستی؟ ان شاء الله صحتت خوب است؟ شکر خوب هستی. جاوید جان، برای ما میشه بگویی که چقدر وقت میشه که هتل تأسیس شده؟ چقدر وقت میشه که شما فعالیت میکنین اینجا؟ اینجا 70 سال میشه که این قدامت این چاینکی پزی پدر ما بود. حالا ما هستیم بچه‌اش و این خودت وحید جان داخل است. بسیار خوب. دوستای عزیز، 70 سال یک عمر است که پدرایشان اینجا با دستای امو مردانه و آهنین خود اینجا را تأسیس کردن که تا امروز ماندن و اما تو اولاد تربیه کردن که امو کسب پدر خود امروز هم پیش میبره. دوستای عزیز، صحبت های باقی را از داخل آشپزخانه می داشته باشیم. میریم که آشپزخانه چی گپاست تا ای که دوستای عزیزی که میاین اینجا تشریف میارن به خاطر چاینکی خوردن. حالا فعلا یک ذره وقت است، ما هم وقت آمدیم آمادگی چاشت است. بله، ما هم وقت آمدیم به خاطر از اینکه برای شما دوستا هم مراحل ابتدایی چاینکی پزی را نشان بدیم و به تصویر بکشیم که کدام مراحل است و چه قسم پخته میشه. دیگه صحبت های باقی را از داخل آشپزخانه هم داشته باشیم. باز هم اگر لالا جاوید ما کدام گفتنی داشته باشه میشه که بگوین. زنده باشین. دوستای عزیز، میریم داخل. سلام علیکم. دوستای عزیز، داخل آشپزخانه هستیم. همراه یکی از خلیفه های چاینک پز میریم از پیششان پرسان میکنیم که نامشان چی است، چقدر مدت میشه اینجا کار میکنن. سوالای باقی را خودشان بر ما جواب میتن. سلام علیکم. و علیکم بدر، خوب است؟ بخیر. زنده باشین. اسم مبارکتون؟ اسم فریدون است. استاد فریدون عزیز، خدا کنه که مزاحم کارتان نشده باشیم. و قسمی که ما اطلاع داشتیم چاینکی پزی استاد وحید یک چاینکی پزی خیلی مشهور و نامدار و میگفتن که چاینکی های بسیار مزه‌دار و وطنی پخته میکنن. ما هم امروز آمدیم که یک برنامه، یک گزارش از شما داشته باشیم. دیگه میشه که برام معرفی کنی از قدامت چاینکی پزی هتل استاد وحید و کارهایی که جمع میکنین. هزار دفعه بدر. بسم الله الرحمن الرحیم. این رستوران به نام وحید است. من بدرش هستم. 71 سال میشه از این کارم. از پدرم. از پدرم. بله. خب استاد وحید، دیگه مراحل ابتدایی پختن چاینکی دیگه حتما که خلاص شده. نمی‌دونم شروع از پختن. خب اول در پختن شروع است.
دیگه برای ما بگو که چاینکی مراحلش که پخته میشه از کجا شروع میشه و به کجا میرسه، چاینکایی که استفاده شده کلش قسمه که معلوم میشه. دوستا در تصویر رو میبینن پترئیس و حتما که قدامت 60 70 سال داره. چانکای قدیمی هم هست، چانکای نو هم هست. این چانکا را که میبینید شما یا بسیار سابقه است. این بسیار سابقه است. بزینیاش که از نو است. این رنگکای تقریبا سیاه که داره دیگه نو هستن. یا نو است. این بسیار سابقه است چانکا. چانکا بسیار سابقه است. چاینکا دیگه تو داغ هم هست استاد، اما تو میگیریش دمی دیگه پخته میشه. میدونه کدام. اگه ما دست بزنیم شاید هم یک چاینک دست ما را اولا بسازه، نمیتونیم گرفته دیگه. تجربه است کلش. بله دیگه. خب چاینکی ها کلش سرش پت از دوستا دیگه. خلیفه ما کم کم ما به نظرم که پیشوریش است مندازه، این حتما به خاطر از اینکه خشک نشه مندازه. ها که یا نه پارت میل باز شاخ میسوزه. صحیح. دوستا یک چند تصویر از جریان کارشان می داشته باشیم، بعدا صحبت ها را بازم با استاد فریدون ادامه میدیم. علیفه جان اول برای ما نامک مبارکت بگو. نام من امید خان. امید خان. استاد امید خان چقدر وقت میشه که یه کار میکنی؟ 10 سال. 10 سال. دوستای عزیز قسمی که معلوم میشه استادم بسیار با تجربه است و فعلا هم میبینین که امی چاینکی ها کلش دیگه تقریبا آماده است، نه استاد جان؟ فعلا آماده میشه. نیست خو میشه. تقریبا دیگه آماده است و شاید یک وقت کم بگیره که آماده شوه. از استاد پرسان میکنیم که این چاینکام استاد چاینکان بسیار هم تو فرسوده و سابقه قدیمی است، قدیمی. چقدر سال شاید شود چاینکا استاد؟ از این چاینکا خو یک 20 سال میشه. یک 20 ساله قسمه که معلوم میشه. موجه دوستا شاید شما تصویر داشته باشین که بعضی چاینکا بیخی پترئیس هم تو پترئی دیگه دوستا دمی چاینکای پترئی دمی چاینکایی که 20 سال و 30 سال از قدامت از یا میشه. چاینکی هم دیگه خوب مزه میاد. 70 سال از این خود دکان میشه. از این کار. دقیقاً. خودت دیگه 10 سال میشه یه کار میکنی استاد وید. این چاینکی استاد جان باز چند بجه صبح جور میکنی تا چقدر وقتی پخته میشه؟ ایره 4 بجه توزیع میکنیم گوشت نوش. خب با تا 11 بجه پخته میشه. 11 بجه دیگه آماده خوراک میباشه که هموطنای از ما بیان چاینکی رو نوشیجان کنن. 11 بجه پخته میشه. نه گوشتای از هم دیگه استاد جان همه گوشتای وطنی. گوشت گوسفند. در این هتل‌های دیگه که میری گوشتای یخ زده هیچ مزه نمیتن. نه خو گوشت گوسفند است تازه میکشیم خودمون. خودتون تازه است. دوستا شما یک چند تصویر داشته باشین از داخل آشپزخانه. صحبت ها را باز هم ادامه میتیم همراه استاد عزیز ما. دوستان عزیز میگه یک عزیز دیگه ما هستن مصروف کار هستن در بغل سماوات. میریم امرایشان صحبت ها رو آواز میکنیم میبینیم کی است چقدر وقت میشه مصروف هستن اینجا دیگه گپا رو از زبان خودشان بشنویم.
سلام علیکم عزیزم. خوب هستی؟ صحتت خوب؟ جانک جور بخیر هستی؟ جانک جور است، خسته نباشی. زنده باشی. جای کم تنگ از دوستا، اما دلا که میگه تنگ نباشه، جای هیچ وقت تنگ شده نمیتونه. لالای ما خدا برای ما معرفی میکنه که نامکشون چی است؟ نام نوید است. این هم نام است، امام نوید است. این بخش سماوات پیش میبره. چقدر وقت میشه لال نوید که سماوات مربوطت میشه؟ 3 سال میشه. خوب دیگه چای مزدار همه تو تلخ بمید. چای تیار میکنی که بعد از چاینکی کیف کنی. دیگه همه تو خود چای خوبش. چای سیاه، سبز. سیاه هر رقم که خورد. دیگه نظر من مردم. سماوات هم دیگه که چاینکی یک جای روشن میکنی و پسانتر. نه وقت چالان میکنی که چاینکی یک جای. که خوب همه تو دیگه چای جوش به همه تو مزدار کیفش بره. چاینکا رو برای ما بگو که چاینکا هم چاینکی و رو بیخی همه تو پترهی. نه چاینکا هم سابقه است. کدامش همه تو سابقه است؟ این چاینک بیخی سابقه است. از این چند سال میشه؟ زیاد میشه. از عمر موتو که خب بیخی 3 برابر موتو شاید باشه. زیاد میشه این چاینک. شاید 60-70 سال شود دیگه. شود. خیر باز دوستا دمی چاینک هم یک چای میخوریم ببینیم که مزهش چه قسم است. ما پس ایره می جوانم که اثر قدیمی است، خدای نخواسته میده نشه از پیش ما. زنده باشی. دوستای عزیز تصویرهای دیگر هم داشته باشین. تا فعلا خو کسی به چاینکی خوردن نامده، بخیر که آماده شد. مردم عزیز ما میان، ما شما میریم یک چاینکی میخوریم. سرلال نوید ما یک چای همت مزه‌دار و تلخ هم دم میکنیم میخوریم. با ما باشید. زنده باشید. دوستای عزیز شما فعلا اینمی نام عزیزی که حتما تندور از داشت این کوره از کوره چاینکی گفتم. کوره چاینکی لالای ما دیگه از اینجا یک چاینک هم دوستای عزیز مونده بود. در این چاینک چیه ساله؟ این مسئله خاص همون چاینکی است که مندازیم مزه‌دار میشه باز. دیگه این همون تکنیکای خودشان از دوستا پیره بر هر کس نمیگن. خب خیر ما اما تو یک تصویر داشتیم ازش، دیگه جزئیاتش پرسان نمیکنیم که چی از این.
لالا وحید یک چیزی که فراموش ما شده که در اینجا چوب میسوزانین، زغال سنگ است. نه چوب بلوط است. چوب بلوط که داشته باشه دیگه دوامدار بسوزه. چوب بلوط است دیگه چیز دیگه کار نمیده. چوب بلوط که زغال شما تیتش میکنه تو میباش. که همون ولش هم دیگه ول زغالش کار بده. کار بده. خب لالا فریدون ما میبینیم دوستا که هر دقیقه لالا فریدون این طرف دست خودم میبره و همین یک دسته است. من چون نمیفهم لالا فریدون بر ما معرفی میکنه که چی دیگه است. به اصطلاح دزگیر است. چانکای پیش می باشی را گرفتن میشه نه. به خاطر که همون موازنه طبیعی گیره دیگه. اگه از این محکم نگرفتی تو پیش نمیشه میسلا. یک چیز دیگه لالا فریدون هم قاشق‌ها مخصوص است یا هر قاشق را که استفاده کنن میشه؟ این قاشق مصرف می چانک دیگه برابر. من دادم چانک قاشق. حتما دیگه قاشق باید تکه داشته باشه اگر نه دست میسوزه. گرم است. دیگه دوستا میبینین که هتل با وجودی که فرسوده است اما مهر و محبت و صمیمیت‌هایش تا هنوز هم باقی است. اما نیت‌هایی که صاف بود در گذشته تا هنوز هم پابرجاست. یک مطلب ما شما داریم که میگه بادیر چی میکنی کش ببین. دیگه دوستای عزیز مزه چاینکی رو ببینی اگر هتل 6 منزلان باشه نمیری و باز ما میگه پیش لالا فریدون میاییم. اگه ما بگم که در هتل سیرنام از می چانکی را ایتای نخود باور کنی. نه ما باور دارم 100%. دورا من مردم قطری آمده بیان کنم. چل دانه برای ما زنگ زد نفرش هست گفتیم ما هستیم. چل دانه چانکی گفت ساعت 11 بجه. برای ما روان کنیم. نه دیگه چاینکی ساعت وحید باشه و چاینکی پس هم لالا فریدون باشه دیگه هیچ امکان نداره که حالا فعلا نیست دیگه دوستا میبینین که در جریان کار هستن. ما یگان سوالایی که مزاحم کارشان نشیم ازشان میکنیم و میمانیم که کار خودم پیش ببرن. لالا فریدون صحبت ها بسیار شیرین است. مشنویم از خودت که از این جریانه که در اینجا کار میکنی خودت یگان خاطره جالب یگان میمانای آمده باشه که برش چاینکی برده باشین پس روان کرده باشه که با این چرب نیست یا این چرب است یا گوشتش کم است یا گوشتش زیاد است. گپا میشه گپا خاص گپا دیگه حتما هست. حتما با یگان آدمای جنجالی هم دیگه حتما حالا جنجالی هم میاد دیگه ما دکاندار هستیم مجبور کردیم در رقم شرایطش و امرای هر قسم مشتری باید سازش کنین. دوستای عزیز تشکر از لالا فریدون که وقت دادن برای ما درباره قدامت و بعضی موضوعات دیگر همراه ما شما شریک ساختن و قسمی که دیده میشه دیگه چاینکی هم تقریبا آماده است. نه نیست آماده. 11 بجه آماده. ما یک رقم کشنام شدیم لالا فریدون دیگه یا آماده نیست. چقدر وقت آماده میشه بخیر؟ چند بجه است؟ شاید 9:30 بجه باشه. 9:30 یک ساعت بعد نیم ساعت بعد بخیر. سعیز خیر ما منتظر می باشیم که یک چاینکی هم تو مزه‌دار از سای لالا فریدون نوش جان کنیم. دیگه مزاحم کارشان نمیشیم. لالا فریدون ما منتظر می باشیم. هزار دفعه باور بشه. زنده باشین. تشکر. اگر کدام گفتنی داری لالا فریدون با دوستا و وطنا کسایی که بیرون از افغانستان هستن ما خودت میبینن میشه که بگویی کامرا در خدمت. گفتنی می‌نویس که وطن خداوند آرام به صدای کل مردم مادر وطن زندگی کنه. آمین. آمین. ما ان شاء الله دعا میکنیم یک صلح نسبی آمده ان شاء الله بخیر
همه هموطنای ما و شما که در بیرون از افغانستان هستن اونا هم بخیر یک روز بیاین که زندگی کنیم کل ما یک جای و از چاینکی های مزه‌دار بیایم استفاده کنیم. از چاینکی مزه‌دار، از یاب و هوای مزه‌دار. دقیقاً افغانستان همه چیزش زیباست. مردم از را اتفاق کنن. اتفاق کنن، اتحاد داشته باشن، مردم هم دیگر پذیری داشته باشن. دوستای عزیز میریم داخل. قسمی که لالا فریدون ما گفت وقت است، میمانا منوز تشریف نآوردن دیگه، ما منتظر می باشیم تا اینکه میمانا بخیر تشریف بیاره و چاینکی هم بخیر پخته شه و ما شما هم بخیر ببینیم و بخوریم که مزهش خود طبعا که خوبش است. با ما باشین. دوستای عزیز چاینکی هم تیار است، میریم میشینیم. لالا فریدون هم دیگه چاینکی ما رو تیار کرده روان میکنه. لالا فریدون دیگه انشالله آماده است. آماده است بدرم. زنده باشین دوستا، میریم. خوش آمدین. نوشی صاحب نوش جان کنین، نان تا نوش جان کنین. نوش جان تا نوشی صاحب چطور از مزه؟ الحمدلله، شکر فضل خدا. خوب است فضل خدا، خوب است. شکر است. دفعه اول است نوشی صاحب چندین بار میشه که اومدین؟ دو مرتبه است همینجا میریم. خب نوش جان تا نوشی صاحب نان تا بخورین، خیر از ما میره سال بخیر. دوستای عزیز قسمی که ببینین دیگه میهمانای عزیزم تشریف دارن، کلشان آمدن با چاینکی خوردن. دگاهی صاحب هم در پلی ما هستن، میگن بر ما که در سابق هم کدام دفعه آمده بودن نامده بودن، چی تغییرات آمده چی تغییرات نامده و در نگفتن هم نایسب که نامتان بر ما نگفتی. نام در بین علما شهرت داره به نام نورالهادی. در تذکره از نام است، اگرچه خوشایند نیست، به نام شربت است. خیر مولوی صاحب هستین دیگه. علم حاصل کردیم در یک مکتب، ما به صفت معلم هستیم صاحب. خب بسیار خوب. معلم صاحب و عالم صاحب در کنار ما هستن. دوستا بخیر باشین. بسیار خوب. در ضمن از که خدمتگار اولاد وطن هستن، خداوند با عزت عمر دراز نصیبشان کنه دیگه. ما امروز خوشبختانه که در کنارشان هستیم و اینجا تصادفاً کنار هم شیشتیم.
دوستا جایکتان خالی دیگه چاینکی رو مورد باش که بسم الله کنیم که مزهش ببینیم چطور است. مزه واقعا عالی دوستا. انشالله هر وقتی که بخیر از این کوچه گذرتون شد یک دفعه با چاینکی پزی استاد وحید بیاین، کیف کنین، لذت ببرین، یک چای سبز وطنی هم امروز فرمایش بتین. دیگه ما هم میرسیم به لحظات پایانی برنامه خود. امید که برنامه امروز مورد پسند شما ایزان قرار گرفته باشه تا ای که در برنامه بعدی خدمت شما دوستا حاضر میشیم. یک تان به خداوند میسپاریم.